سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز. صدای بنده رو از کالیفرنیا آمریکا میشنوید. گوه میخورم الان تهران هستم. امروز میخوای درباره بزرگترین دروغ‌های پدر مادرهامون صحبت کنین. دروغ‌هایی که وقتی بچه بودین بهمون گفتم. اولیش این بود که اگه از نزدیک به تلویزیون نگاه کنین چشمون آسیب میبینه، ولی این کاملا غلط هست و شاید چشمون خسته بشه ولی آسیب نمیبینی. دومی این بود که شیر خیلی استخوان‌ها رو قوی میسازه که این هم غلط بود. اگه ما شیر رو همراه با سنجد میل نکنیم تأثیر آنچنان بر رشد و محکم سازی استخوان ها ندارد. سومی اینکه اگه قلنج انگشت هامون رو بشکنم دستمون آسیب میبینه وقتی که بزرگ بشویم. چهارمی اینکه آیدی های تو بده ما برات نگه داریم بعد مامانمون میفرد بیرون با یه قابلمه برمیگشتد. پنجمی اینکه خاله هایی که توی مهد کودک بودن توی خونه ما دوربین داشتن. اینو مطمئن به همه میگفتن مامانا دندوناتو بذار زیر بالش فرشته ها برات کادو میارن. اینم یکی از بزرگترین دروغ ها بود که به ما میگفتن اگه خوشت اومد لایک و ساب کن رفیق. قول میدم سری بعد بهتر بشم. بریم برای ادامه این ویدیو. خوب حالا برین داشته باشین کنجکاوی های دروغ های کودکیمون رو. به طور کلی پسرها و دخترها خیلی با هم متفاوت بودن. مثلا اگه برای پسر یه عروسک میخریدی سریع زیرش رو نگاه میکرد ببینه چه خبر، ولی دخترها به اون عروسک محبت میکردند و اون رو میخواباندند. لاک و ساب و خدافظ تا فردا یا ویدیو بعدی.